دوستان میخوایم مخروط بدون زاویه زن رو بهتون آموزش بدیم یا نشون بدیم. فقط ببینید ما قلم مماس میکنیم و بدون اینکه با زاویه زن کار کنیم مخروط برامون در میاد. تا آخر ویدئو نگاه کنیم. زاویه 7.5 درجه خود دستگاه میزنه. ما ببینید بدون اینکه زاویه زن کار کنه. ببینید مخروطا ببینید زاویه زن هم سر جاش. میخوایم دنده مخروطی بزنیم. اول زاویه رو مخروطی میکنیم. زاویه که تموم شد نشون